سلام به همه دوستای گلم. باز من اومدم با معرفی یه سریال ترکی جدید. منتها این دفعه یه سریال تاریخی معرفی میکنم. سریالی که معرفی میکنم سریال دستان. تا الان 6 قسمتش پخش شده، از شبکه آتبه پخش میشه. بازیگر زن نقش اولش ابرو شاهینه. سریال قشنگیه. بازیگر نقش اولمون خیلی نقش فعالی داره، خیلی جنگجوه. اگر جمالی تو چوکو رو یادتون باشه، خیلی شخصیت زبون نفهمی بود، فقط می جنگید و اینا. اینم همین شکلیه، یعنی خیلی جنگاور و این شکل این جنگجوه. بعد مثلث عشقی هم داریم. البته هنوز کامل مثلث نشده، فعلا دوتاییه، ولی قشنگ مثلثه رو داریم حتما. بعد حالا میریم سراغ ماجراش. قبل ماجرا یه چند تا نگاه ببینید. خب نگاه ها دیدین؟ معمولا این نگاه ها تو همه فیلم های ترکی هست. منتها یه موزیک خیلی توپ وسطشه. من خواستم براتون بدون موزیک بذارم، متوجه بشین که بدون موزیک چقدر داغون میشه. و هیچ اتفاقی عملا تو فیلم نمیفته، ولی خب ما دیگه دوست داریم دیگه، چه کار کنیم که دوست داریم. حالا فیلم کلا راجع به چیه اینو میخواستم بهتون بگم. فیلم راجع به 2 تا قبیله، از قبیله کوهستان و قبیله آسمان. ولی حالا این قبیله آسمان خیلی دیگه زر میزنه که نه من فرمان روا یا آسمانم، خیلی گوه اضافه میخوره. خلاص به خودش میگه فرمان روا، خیلی مثلا خفنه و قصر داره با اینجوری. بعدن چیزه این قبیله کوهستان، دخترش رو 2 تا دختر داشته. خب یکی از دخترش رو میده به همین فرمان رواه که اسمش آلپاگو خانه، میدهش به اون دیگه. اونم میگه من خیلی عاشق این دخترم و اینا. ازدواج میکنن، بچه دار میشن. پسر مثلا یه خورده بزرگ شده دیگه، الان پسر یعنی نوزاد اینا نیست، پسر مثلا 7 8 سالشه. بابا میره توی جنگ شکست میخوره. آلپاگو خان هم بابای منظورم آلپاگو خانه، میره توی جنگ شکست میخوره. بعد بهش خبر میدن که آره کار زنت بوده، زنت به باباش گفته، باباش هم ما رو لو داده و الان مدن ترکوندنمون. اینم میره دنبال زنشو جلو چش پسرش میکشه. از اون برم که میره همون خان قبیله کوهستان رو میکشه. خواهره رو نمیکشه، میگه تو دیگه بمون بالا سر قبیله دیگه، قبیلتون حالا همجوری بی خان نمونه دیگه، ولی تبعیدید، تحریمید، بدبختید، برید بمیرید اینجوری. بعد توی حین این که میره به اون قبیله حمله میکنه، شخصیت اصلیمون آکوز، باباش از این جنگجوهای قبیله بوده. خب خیلی من جنگجوام فلان، هم جنگجوهای قبیله بوده. اینا هم که میگن که شما تبعید تحریمی، دونم شروع میکنه که نه غلط کردیم، ما میجنگیم فلان. خیلی هم مثلا اولش نشون داد خیلی جنگاوره، ولی خیلی زارتی مرد، خیلی مسخره مرد. فرت حالا یه ذره میجنگیدی، ولی خیلی زرتی مرد. و بعدا آکیز قسم خورد انتقام بگیره، از اون ور خواهره قسم خورد انتقام بگیره. باتوگا هم که به بابای گفت که ببین من اصلا دیگه تا آخر عمرم با تو حرف نمیزنم، تو ننمو جلو چشم کشتی، خیلی خری. بابا هم گفت به درک، اصلا نزدیدم نزدی، حرف نزدی، برو بمیر بابا. اینجوری ردش کرد بره. بعد افراد همین بابای دورش جمع شدن که آره چرا پسرتو نمیکشی، پسرتو بکش، پسرت خون مامان خائنش تو رگاشه و اینا میگه بابا پسر من اصلا علیله، یه دست و یه پاش مشکل داره. میگن نه عقل داشته باشه کافیه. بعد حالا یه طرز مسخره ای دارن برای کشتن، کمان و اینجوری بزنن رو گلوی طرف رو بکشن خفش کنن. وقتی این حرکت رو دارن انجام میدن، پسر خودش رو میندازه زمین، چون شنیده بوده که اینا داشتن میگفتن که عقل داره کافیه. خودشون میزنه که یعنی من دیگه چلم شدم، حالا مشکلی داشتم هیچی، الان چلم شدم، خیلی دیگه اذیتم کرد. خلاصه دیگه بعد از اون هیچ حرفی نمیزنه دیگه، تا هیچ کلا دانشون میبنده، با هیچ حرفی نمیزنه. بعد اینا دیگه میخوان انتقام بگیرن. رئیس قبیله کوهستان میگه که من چجوری انتقام بگیرم، یه دختری رو تربیت میکنه که بره مخ پسر بزرگه رو بزنه، ازش حامله بشه، که بعدا وقتی آلپاگو خان خواست بمیره بگه که دیدی تو اومدی قبیله ما رو ترکوندی، ولی
الان جانشینت بالاخره یه رگه کوهستانی داره، حالا برو بمیر. میخواستین اینجوری انتقام بگیره. ولی خب آکیز از اونجایی که همون گفتم شخصیتش خیلی زبون نفهم، فقط به جنگ و به جنگی، گفت چرا نمیریم بکشیمش؟ ول چرا ما الان این همه سال گذشته نکشتیمش؟ من دیگه بزرگ شدم، من خفن شدم. تا یه جا که همجوری به کاروانا حمله میکرده، به کاروانای همین این توی قبله آسمان پولاشونو میدزدیده برای اینکه حالشونو بگیره، ببینه که آلفا خانم مثلا اونجاست و اینا، خلاصه یه تیری هم به اون میزنه. حالا که دیگه اون میمیره یا نمیمیره نگاه بکنید خودتون فیلمو، بالاخره فیلم یه جذابیتی هم بالاخره باید داشته باشه دیگه. بعد از اون طرفم که باتوگو هم میخواد انتقام بگیره، ولی میگه بابا من اگر که بابام بمیره، خب علاوه بر این داداشای که مثلا برای تخت بخوان داداشام بجنگن، یه عموی خیلی بیشوری داریم، اونم میخواد بیاد مثلا بشه فرمان روا، اونم کلا مملکت رو میرزن به هم. حالا مملکت ها یه قبیله ای دارید دیگه، همچین جو میدین، ولی خب دیگه به این صورت. بعد این پیرمرده که الان دارید میبینید میگه که یه آدمی به اسم گرگ دوسر، حالا مثل جمونگ که بود میگفت اژدها یا نمیدونم، اینا میگن یه گرگ دوسری میاد همه این قبایل رو با هم متحد میکنه. آکیز هم اسم خودشو میذاره پنجه گرگ دوسر. وقتی مثلا حمله میکنه به کاروانه میگه من پنجه گرگ دوسرم. دیگه خیلی حال کرده با اون که این قبایل رو متحد میکنه، اسم خودشو اینجوری گذاشته. حالا اینکه اون فرد کیه که این قبایل رو با هم متحد میکنه و اینها، تمام قبایل ازش پیروی میکنن دیگه، هنوز مشخص نیست. فیلمو ببینید که اون کیه، جمونگمون کیه. خلاصه که این طوری. بعد دیگه مثلث عشقیمونم که بهتون گفتم، اون یکی فردش کایاس، برادر بزرگه. حالا ببینم تصویرش اگر که بیاد، نه تصویرش هنوز خبری نیست. برادر بزرگه خور یه جورایی کراش داره رو تصویرش اومد. برادر بزرگه یه جورایی کراش داره رو آکیز. حالا فیلم رو نگاه بکنید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده کانالمون هم سابسکرایب بکنید، ویدیوهای دیگر هم ببینین، حسابی به همون انرژی بدین. با کلی شوق و ذوق فیلم و ویدیو براتون درست میکنم، امیدوارم که حسابی بهم انرژی بدین.